سلام به همه. به اولین اپیزود بی پرده خوش اومد. خب علیکم چه خبر؟ قربونت برم، مرسی که اولین دعوتم کردی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. باعث افتخاره که اولین برنامه من قرار شرکت کنم، صحبت کنم. در خدمتتونم. خواهش می‌کنم، باعث افتخار ما. خیلی خوش اومدی. بزرگواری. حسابی هم مشغول موبایل و این کارا بودی. چیکار داری می‌کنی؟ اول اینو بهم بگو. من از مافیا خارج شدم واقعیت یه ذره. اوه. آره دارم کار فروش قهوه و بلاگری کافه رستوران اینا انجام. باحاله. الانم که ترنده و آره پلن روز همه است. یعنی هر کیو می‌بینی میگه من بلاگرم. گوشی آیفون دستش بود بلاگرم. آره. نه دیگه الان سامسونگ و اینام جواب میده. نه هر چرا داداش من دیدم. کلاس کارو باید حفظ کن. آیفون. آره اینم قبوله. خب اول خودتو معرفی کن. سن، قد، وزن، سال. اینا رو هم بگم. آره همه. الهی و توکل نامعظمم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای و خانم محمد علی زارم. دیگه چی باید بگم؟ سنم الان که 34 سالمه. قد و یادم 185 اینا. خب پس جزء آقایون قد بلند به حساب تقریبا فیما بینه. آخه چون مردای ایرانی که همه اغلب قد کوتاه دیگه، یعنی استاندارد جهانی ندارن. استاندارد ایرانه. آره. ما ایرانی هستیم. اول بهم بگو چطوری و کی با دنیای مافیا آشنا شدی؟ چی شد اصلا وارد مافیا شدی؟ ببین دنیا که اون موقع دنیا نبود. دنیای مافیا نبود، یعنی به این شدت و این بزرگی همه‌گیری نبود. من دانشجو بودم آمل. یه رفیق و یه همخونه‌ای داشتیم، اون سنش از ما بیشتر بود. قبلا تو اون خونه بود، ما رفته بودیم باش همخونه شده بودیم. اون به ما یاد داد. ما با کارت بازی می‌کردیم، مثلا با ورقای پاسپورت بازی می‌کردیم. مثلا بی میافتاد دکتر بود، اینجوری بود. یه مافیا بود و یه دکتر شهروند، هیچ چیز دیگه نداشت، یعنی نقشی وجود نداشت. بعد از 4-5 سال بیشتر گذشت، 6 سال گذشت. ما تو تهران بودیم، یکی از دوستام زنگ زد گفت بریم مافیا بازی کنیم. گفتم مافیا؟ کجا بریم بازی کنیم؟ خونه کی بریم؟ گفت نه بریم کافه. گفتم من تو کافه هم مافیا بازی میکنن؟ گفت آره. ما رو برد پیش یکی از دوستامون. کی؟ بگم اسمشو؟ آره اسم که زیاد قراره بگی علی جون. خب منو بردن پیش علی دیهیم. علی دیهیم. آره. ما اونجا با علی دیهیم آشنا شدیم و فهمیدیم که خب اینجا هم مافیا میذارن، ولی خب جای دیگه هم بوده، یعنی مثلا تو کافه های دیگه هم بوده بازی میکردن. خب ولی من با روند کافه ای آشنا نبودم، تو خونه خودمون بازی میکردیم و همون نقشای ساده. که بعداً با امیرعلی آشنا شدم و تهران مافیا و احسان و الا ماشاءالله آدمایی که الان برای خودشون توی تهران و شهرهای دیگه تو مافیا حرفی برای گفتن دارن. خب چی شد از دنیای مافیا رسیدی به دنیای بلاگری؟ ببین واقعیتش رو بخوای ما قبل از اینا کار بلاگری میکردیم، ولی موقع مثلا ویدیوهای اینستا 5 ثانیه بود، 10 ثانیه بود. بعد خب دیگه رفتیم تو زندگی و مشغله و اینا دیگه ولش کردیم. با دوستان ولش کردیم و دیدیم خب توی مافیا میشه یه کارایی کرد. تو مافیا اول یه سری کاری کردیم، خب دیدیم باحاله. بعد خب شغل من ایجاب میکرد که توی حالا سوشال مدیا اینو ترویج بدم. باعث شد که برم تو دنیای بلاگری و حالا بلاگر که ما نیستیم که یه ویوی میخوره، حالا همون اندازه ما کارمون راه میفته برای فروش محصول. اگه کسی تو دنیای مافیا بخوای اسم ببری که جایگاهی که الان داره لیاقتشو نداره، یه اسم بهمون بخوای بگی لیاقت جایگاهو نداره؟ آره مثلا اسم و رسمی که به هم زده لیاقتشو نداره. ببین بی پرده است ولی خوب نیست من بگم. اشکالی نداره، ما قراره اسم‌ها رو بگیم. کسی هم نداریم، همه بحث جایگاه نیست. ببین بحث اینه که توانایی تو ارائه دادی یا ندادی، حالا 4 تا آشنا داشتی 4 تا آشنا نداشتی، اصلا بحث جایگاه نیست. الان مثلا من یه مثال ساده بزنم، مثلا تو یه جایی داری توی منطقه 1، خب برای خودت کسی شدی، میشناسنت همه، یعنی هر کلاپی بریم میشناسن خانم همتزاده کیه.
ربطی به نظرم لیاقت نداره، ربطی اون سعی تلاش داره که کردن، حالا یکی کرده یکی نکرده با آشنا بازی. منظورم یه چیز دیگه است. من دارم میپیچونم. آره عزیزم، نپیچون من میگم یک آدمی تو دنیای مافیا که لیاقت اون جایگاه و اسم و رسمی که راجبش میگن رو نداره، اصلا سعی و تلاش چیه داداش؟ بسم الله نام. من با کسی دشمنی ندارم. نه اصلا بحث دشمنی نیست، واقعا طرز فکر و نگاه توی به این ماجرا. شاید بگی مثلا من بابا دشمن میشن X, Y. اینا رو سانسور نکنی. بگو. یادم نمیاد یکی از بچه‌ها تو دون بود، نه اسمش یادم نمیاد، وایسا خیلی اسم خوبی هم داره، همه کارهای دونه تقریبا دیگه. اگه میشه آره به خدا من یه ذره حافظه اسمی واقعا ضعیفه. خب پس بهش فکر کن چون بعد آره اسمو به من بگی. حالا میگم. بازی مافیا با رفاقت خراب میشه یا رفاقت با مافیا؟ بازی مافیا با رفاقت خراب میشه؟ خیر، بازی مافیا چرا باید با رفاقت خراب شه؟ رفاقت چی؟ با مافیا خراب میشه؟ نه اسم روشه بازی مافیا، داریم یه بازی کنیم ولی چی باید یه کاری کنی که خراب شد چیزی؟ نه اگه ذهنیتت اینه که با یه بازی بتونه رفاقتتون رو خراب کنه پس اسمشو نذار لطفا رفاقت، بگو آشنا سلام علیک کردیم، فقط در حد سلام علیک با هم آشنا. یعنی تو مافیا اسمش بازی مافیا، یعنی تو خودت تو مافیا رفاقتی به هم نخورده برا سر خارج از مافیا آره، ولی سر بازی مافیا نه، چون اسمش بازیه دیگه. من الان تو بازی خراب کنم یا تو خراب کنی من سر هم دیگه داد بزنیم، تو همون بازیه، بیرون با هم رفیقیم، بیرون با هم دوستیم. اگه سر این چیزا قرار خراب شه پس اسمش رفاقت نیست. به نظر من نباید اسمش رفاقت گذاشت اصلا. به نظرت پلیرهای موزه‌دار باهوشترن یا بلندتر فقط حرف میزنن؟ ببین تکمیل این دوتا با همه، یعنی جدا جدا به نظرم که فایده نداره. حالا باهوشی هر چقدر باهوش باشه وقتی نتونه فن بیانش رو نداشته باشه، حالا بلندتر حرف زدن که یه جای لازمه، اصلا تو هر جایی چه خارج از بازی تو خیابونم یه جایی مثلا یارو برای اینکه جنسشو بفروشه داد میزنه حرف میزنه. جفت اینا تکمیل هم باید باشه که بتونه پلیری که میخوای از نظر تو باشه. این که جدا جدا نه از نظر من هیچ کدوم. فکر میکنه آدما تو دنیای مافیا همدیگر رو تحمل میکنن یا واقعا همو دوست دارن؟ یه سریا تحمل میکنن، فقط تحمل. آره یه سریا تحمل میکنن، اونم چون ببین باید با همه دوست باشیم دیگه، نمیشه با همه دعوا داشته باشیم که. من با دشمنام هم رفاقت میکنم، رفاقت که یعنی باشون سلام علیک میکنم، میگم میخرم ولی پشتشون حرف نمیزنم و اینم بگم، یعنی اینجوری نیستم میگم آی فلانی، نه اصلا این کار نمیکنم، ولی خب پیش خودم تحمل میکنم، میگم حالا من اومدم 4 تا رفیق دیگه هم ببینم اینم از اشکال نداره. تو بازی دنبال اثبات خودتی یا له کردن کسی که روش حساس شدی؟ اثبات از چه نظر اثباتو گفتی؟ اثبات شخصیتی یا اثبات توی بازی؟ همه چی. یعنی من اثبات کنم که شهروندم. نه یا مافیا نه چربید اینجوری. آره اون که یه بخش تو گیمه غیر اون. نه اثبات خودم که نبوده هیچ وقت، مثلا خوشم نمیاد از این قضیه خودم اثبات کنم که چی، مثلا یه دبه ماست بهم سر خیابون بدم با این اثبات کردم خودم، نه. ولی خب له کردن که نه، ولی اینکه یکیو اذیت کنم بوده، برای همه پیش اومده دیگه. هر حال خب هر کسی یه سری داستانا داشته، ما هم داشتیم قدیم، الان ولش کردیم، این کارو کردیم دیگه. همه میدونن، یعنی اصلا لازم نیست من توضیح بدم، یعنی کسایی که منو میشناسن همه میدونن چه خبره بوده و چی شده و چی نشده. میدونن که هر کی مثلا رفیقام مثلا طرفو میدیدن آقا مثلا اینو میدونستن اصلا دکتر میکردنش بیرون، اینجوری بوده ولی گذشته این اتفاقا افتاده. ولی اثبات کردن نه، اثباتش پس رفاقتی رای برای فلانی بسم الله. نه تو نمیگو، نه اینجوری رفاقتی رای نه، اصلا خودشون همه در جریان بودن. آها اصلا از قبل چیده شده بود. اینو از هر کی بپرسی تو دنیای مافیا قدیمی‌ها بپرسی بگی علیزاده مشکلش چی بوده بهت میگن. خب حالا سوال بعدیمو جواب اول بگو ببینم این کیه، مشکل چیه، یه ذره راجع به این بارمون صحبت. نه دیگه اینو پاک کردم، اینو بذار اصلا خارج از پرده. عزیزم علی جان خارج از پرده اتفاقا همونه. خب اینو همه میدونن که تو داری میگی یه عده‌ای میدونن دیگه. خب خیلی از مخاطبی که شاید داره میبینه شاید براش جذاب باشه دیگه. خب اینو به خودم پی ام بدید میگم نه اینو اگه بگم
دور باز میشه، سال‌هاست درشو بستیم ما. واسه این برای همین خب گذاشتم. نه حالا یه ذرهشو من بعدا میگم. نه الان خب سوال بعدی. یه دعوا تا حالا شده تو بازی مافیا کسی که بهش اعتماد داشتی کسی باشه که بهت خیانت کرده؟ آره دیگه همین بوده، همین سوال قبلی، همین نمونه، همین. خب بگو پس دیگه چون من تا آخرش سوالم همینجوریه. من به یکی اعتماد داشتم، یه اتفاقایی تو زندگیم افتاده دیگه. سری خیانت‌های زندگی بوده دیگه، حالا یا راست یا دروغ اینا بوده، اینا اتفاق افتاد. من با یکی نامزد بودم، خیانت شد این داستان. خیلی چیزتر برام دیگه بگو. نه اسم برام نگو، خیلی مفصل‌تر حداقل بگو، یه ذره با طمأنینه‌تر مفصل‌تر. خب من یه حالا رفیق بگیم چی بگیم، میومد خونمون میگفت مشکل داره نمیتونه بره خونه، حالا ما دوست بودیم با هم دیگه که نبودیم. آقا آره. و شما نامزد منم داشت؟ آره نامزد داشت، خونه گرفته بودم، زندگی بنا کرده بودم. حالا اینا رو بگی کتمان، همه که اون کتمان میکنه ولی خب همه میدونن دیگه. یه روز خیانت کردن و خب اون من خیلی بهش اعتماد داشتم. وقتی اومده تو خونه، آره وقتی اومده تو خونه من زندگی میکنه یعنی اعتماد کامل دارم دیگه. این خیانت در امانت اتفاق، این مسئله همه میدونن. اینو همه میدونن که دیگه اصلا نیازی هم نیست اسم شما بگیم، همه میدونن. اینو همه میدونن. همه. خب احساس چی بود علی واقعا بعد از اون ماجرا؟ من یه ذره حداقل راجع به بعدش. من که یک سال اصلا عکسای قدیممو ببینی، اون موقعمو ببینی، انگاری که مثلا از سر کوچه دنبال جنس و مواد میگشتم. یه آدم به شدت افسرده بودم، اصلا نی قلیون خیلی افتضاح بود. ولی خب میگذره دیگه، گذر زمان گذشت و الان همین که چقدر طول کشید تا سر پا شدی به قول من واقعیت یک سال خورده‌ای سر پا شدم، ولی خب از ذهنم بیرون بره 2-3 سال طول کشید. یعنی اینکه به فکر مثلا اذیت کردن بودم ها، به فکر بودم که 2-3 سال به فکر بازار اون نفر بودی دیگه، آدم یه فشاری بهش میاد دیگه. ولی خب بعدا فکر کنم اصلا اشتباه چرا اون نشستم تماشا میکنم، خدا بالا سر هر چی خواستم اون. تو بازی مافیا بحث اعتماد مطرحه. حالا اعتماد تو بازی سخت‌تره یا تو زندگی؟ تو زندگی دیگه خیلی سخت. آره این که بازی حالا اعتماد کردی تهش میخواد ببازی دیگه، اتفاق خدشه‌داری بهت وارد نمیشه. آخه مافیا بازا میگن مافیا یه جور زندگیه و دیدی برای بعضیا چقدر جدیه. ببین قدیم نه، بذار اینجوری مطرحش کنیم. قدیم به خاطر اینکه میگفتن آقا تو فن بیانت قوی میشه، با مردم بهتر صحبت میکنی، راحت‌تر گفتمان میکنی، اینا شاید یه جور سبک زندگی اون موقع گفت. الان که دیگه سبک زندگی، مافیا چه جور سبک زندگی؟ چیکار میخوای بکنیم؟ مافیایی فکر کنی؟ مافیا الان سبک زندگی بعضیاست. خب اشتباهه از نظر من. آره من خودم تو این بازی زمانی که گیم کلابو زدم تازه فهمیدم یه عده، نه آدمایی هم که شاید بهت بگم مثلا حالا به اصطلاح بیکار یا فلان، آدمای حسابی که یارو دکتره، یارو مثلا پرستاره، یارو مربی ورزشه، میاد از ساعت مثلا 10 شب تا 4 و 5 صبح پیش ماست، یه موقعی تا 7 از همینجا میره سر کار. سبک زندگی شده دیگه. اشتباهه یه ذره تو این دیگه. حالا کاسبی ما رو کسات نکنه. اشتباهی چیه؟ خب درسته، خیلی هم درسته. مگه من نمیام بازی میکنم؟ آره دیگه. این آدما زیادن هر این که بخوای مدام یه کاریو بکنی خودتو از بین ببری که چه فایده؟ میدونی علی من تو هم تو تفریحاتتو نمی‌کنی می‌کنی. آره نه اتفاقا سبک زندگیت مافیا نیست، سبک زندگیت کلابداریه، مافیا. آره من خودمو نمیگم، من دارم آدم‌هایی رو میبینم اینجا. ولی یه چیزی بهت بگم علی، من تو این بازه زمانی متوجه شدم چون برای اغلب قشرها تفریح سالمی وجود نداره. از تفریح وجود نداره، حالا سالم و غیر سالمش که پیشکش. تفریحی تو جامعه وجود نداره. طرف شبو چیکار کنه؟ خب میخوابه یه شب 2 شب، جوونه دلش میخواد بره بیرون، معاشرت کنه، گفتگو کنه، حرف بزنه، بالاخره زمانشو بگذرونه. توی همه جای دنیا زیست شبانه وجود داره، تو ایران خب نیست و به نظرم مافیا این فضای خالی رو پر کرده. به خاطر همینه هم هست که خیلی فراگیر شده. بله اصلا ما فصلی که داشتیم میساختیم، فصلی که شبکه سلامت، اتفاقا من میخواستم راجع به اینم صحبت کنی. چرا جدا شدی؟ چی شد؟
کی مقصر بود اونم بهم بگو. شبکه یک سلامت که داشتیم درست میکردیم کارگردان برنامه همینو میگفت این بازی رو ما داریم تو تلویزیون نشون میدیم که از بچه 4-5 ساله تو خونهشون، نه توی حالا فضای کافه، تو خونهشون تا با بزرگ 70-80 ساله بشینن دور هم بازی کنن. بله. این سرگرمی رو داشته باشن که یه موقع اگه مثلا جایی رو نداشتن برن یه سرگرمی باحال و بروزی رو داشته باشن. بله. حالا خب وارد کافه و رستوران ها شده، کلاب واسش درست شده، چه بهتر. چه خیلی ها که مثلا به قول تو تایمشو ندارن اصلا، یا اینکه تفریح زیادی ندارن میتونن بیان بازی کنن یا هر کاری دلشون کنن. اصلا نه یه جایی از دوره هم جمع هم میان دوستاشون. حالا اسم آقای دیهیمو آوردی، دعوتش میکنیم از همینجا، حالا حتما یکی از قسمتامون کنارمون باشن، باعث افتخاره. علی جون شما هم دعوت کن دیگه. گفتی دیگه، منم بای بای کردم یعنی که بیا حتما. آره. علی یوتیوب هستی اصلا؟ چون این برنامه که برای فضای یوتیوب داریم میگیریم، هستی؟ از چه نظری که میبینی؟ آره. چی الان میبینی؟ عشق ابدی و نه حالا میبینی نه علی؟ به خدا علی اعتراف کن. خب تو اکسپلور که از آدم هر از گاهی نگاه میکنه این چرت و پرتایی که میگن، ولی نه تو بحث سوشال میدیا دیگه چیزای دیگه. عشق ابدی چرت و پرته؟ آره واقعا. الان انقدر کامنت منفی میگیریم که عشق ابدی آنچنان است، عشق ابدی. نه دیگه بابا چه صافت خونه از نظر. حالا این چیزام بگم، مستر چیه این یارو معروفه، اونم میبینم اسمش یادم فرهنگ شو؟ نه پسر که رو ویلچره. نه آمریکاییه. چیه؟ هانی تو میدونی؟ یه چیزی بخشیشو بگو ببینیم. بابا چون میبینم. نه مستر تستر یه مستری داره اولش، حالا یادم نمیاد چیه برنامه‌اش راجع به چیه؟ مستر بیس. آره مستر بیس خیلی خوبه. آره اونو میبینم. حالا عشق ابدی رو پس نمیبینی؟ نه چرا نمیبینی؟ اعتراف کن. پول حروم کنیم واسه چی ببینیم؟ اون بهت میگه شاهین، اون میگه بگو دعوا کنه فلان. چه با پشت زنم با هم دوستم. فکر کنم مثلا ما از پشت کو اومدیم نمیدونیم چه خبرمون. ای بابا یه خاطره مافیایی هم بهم بگو. همون شبکه سلامت اسپانسر اون برنامه، اسپانسر داشت دیگه، پلیس مبارزه مقاومت مخدر بود. او بعد ما خب باید یه جوری به هر حال اینو وصل می‌کردیم که به مافیا. خب چه اتفاقی میفته؟ آیا مافیا میتونه جلوی اینو بگیره که آدمو برن جوونا از مواد دوری کنن؟ خیلی. من شخصا دیدم یکی از دوستان دستش بود، حالا اینو بوق بذاروش این پخش نشه، اینجور پشت دست میگفت بله میشه. اینا رو مثلا دیدم این شکلی این کارا رو کردن و تبلیغ هم میکردیم دیگه. حالا خیلی نمک نیست، نمیتونم اون نمک ها رو بگم، اونا رو بعداً دایرکت بدین. بوق داره، باید بوق بزنید. بچه‌های مافیا یه روز رفتیم یکی از بچه‌ها رو بازی کردیم، قرار شد در کی باخت یه بلای سرش بیاد دیگه. یکی از بچه‌ها رو تو پارک لاله لباساشو گرفتیم رفتیم. یا خدا. خب میشه اسم اون طرفو بگی؟ میلاده دیگه. حالا تو ببین چند تا میلاد زیاد داره. نه پیداش میکنم، مطمئن باش. آقای میلاد شما رو دعوت میکنیم. بهم بگو ماجرا جدا شدنت از شبکه سلامت چی بود؟ شما جز آدمایی بودی که همیشه هم به نیکی آدمو ازت یاد کردن، هم بزرگواری، همین که علی زاره هنوز نمیدونم دایناسور مافیاست و نمیدونم فلانه و قدیمی مافیاست و اینا دارن. اینا که لطفه، اینا حرف همش مثلا لطف بچه‌ها. حالا به خاطر اینکه ما بیشتر مثلا بازی کردیم، اینا چیزی نیست، تجربه است. چیزی پشتش نداره، تجربه پشت این بازی داره. نه تجربه که نیست خداییش. واقعیت اینه که من به نظرم تو یکی از تاپ ترین پلیرهای دنیای مافیا هستی. نه من چرا؟ با نقش کابوی همین تازگی گان روی مافیا، بردن مافیا. تو یه مسیری همراه شبکه سلامت بودی برای فصل 1 مافیا. خب بذار اینجوری اصلا بگم من کجا شروع شد. من اینجا داشتم بازی میکردم، یه آقایی هست به اسم حمید عرب، موقع کافه داشتن، توی کافه رستوران داشتن توی مرکز شهر سر فلسطین. خودشون بازیگرن، تئاتر و فلان.
ماه رمضون بود من اون موقع که میرفتم. اون موقع بهت بگم 6 سال 7 سال بیشتره، اون موقع مثلا 40-50 نفر دور هم جمع میشدیم. تو اون موقعیت یهو گفتش آقا یه برنامه تلویزیونی داره ساخته میشه، میخوان مافیا درست کنن. کسی میره؟ من دیدم همه 40-50 نفر همینجور نشستن. منم یهو گفتم من میرم. همین من میرم. من رفتم صحبت کردم، خب بالا قرارداد بستیم. دروغ نباشه 400 نفر اون موقع، بیشتر نبود دیگه بابا، من نمیشناختیم هم دیگه. 400 نفر برای خودم هم نمیشناختم، یعنی هم اولین بار همونجا دیدمشون. 400 نفر رو دور هم جمع کردیم. از این 400 نفر مثلا 200 نفرشون اومدن، 100 نفرشون اینجوری اومدن و اصلا آشنایی ما اونجوری شروع شد. توضیح دادم برای مثلا برای عوامل، خیلیا که مثلا مثلا اومده بودن بازی کنن، مثلا بازی هم بلد نبودن، بهشون گفتم که مثلا بازی این شکلیه، اصلا چه جوری باید بازی کنیم، چه نقشایی اصلا بذاریم که بفهمن مافیا چی هست، که ساده باشه. من هیچ وقت گلگی نکردم، ولی خب یه سریاشون میگن خب من اون میزه رو من اون 10 نفر رو من طراحی کردم، حالا 10 نفر بشینید و من نوشتم، شما میگید نه ما بازی خب باشه، اگه بازی میکردید میومدید دیگه. از این حرفا زیاد که چی باشه چی نباشه. اصلا این تایمای 13 هست، این 13 امتیاز مافیا رو این علی پیش خودتونه دیگه، علی یوسفی هم کسی بود که من خیلی باش اونجا سینک شدم و کارایی کردیم دیگه. امتیاز دادن تو مافیا رو من درست کردم. مثبت منفی نه ها، امتیاز که اصلا چه چیزی امتیاز داره، چه حرفی امتیاز داره، چه کاری امتیاز داره که برن واسهش چارت طراحی کنن. اینو من درست کردم، ولی خب هیچ وقت نگفتن علیزاده درست کرده. بخاطر همینه دیگه، من میام کپی برداری میکنم بهتر از تو، میگم خب من اینو کردم تو نکردی. اینجوری زیاده. اینا همه گذشت، من این کارا رو کردم. بیا یه سالی طول کشید پخشه. بعد یه سال که پخش شد این مختارنامه هی هر روز تکرارش میکردن، روزی 3 بار پخش میشد. همون یه قسمت نه فصل همون یه فصل درست کرده بودیم تا 1 سال هی پخش میشد. اینقدر طرفدار هر روز پخش میشد، روزی 3 بار. خیلی هم چیز گرفت طرفدار. آره خیلی اصلا شبکه سلامت از این رو به اون رو شد. آره دیگه کسی نه این شبکه 4 بود. فصل 1 داستانش اینه که اصلا آموزشی بوده، رقابتی بود. اصلا رقابت چه معنی میداد؟ آموزشی بود. یعنی آقا مثلا چه میدونم، مثلا ما با کارگردان میشستیم صحبت میکردیم، خب این آقای چهرهش مثلا سنش بالاه، بیاد بشینه اینجا، خب این بچه است بیاد بشینه اینجا، این داد میزنه بیاد بشینه اینجا. اینا بفهمن که بازی مافیا چیه. امتیاز اونقدر مطرح نبود، جایزه و اینا نداشت. که بری بالا خب این خوب بازی کرد، نه صرفا این نبود، صرفا این بود که بفهمن مافیا یعنی چی. خیلی ها میگفتم خب این داوره خودش رو آورده بالا، من خودم آوردم بالا. چه حرفایی هستن؟ اینو راجع به تو میگفتم زیاد که علی هزاره خودش داور بوده، خودش نشسته، خودش هم اومده بالا. وبلاگ خدا شاهده میارم، وبلاگ توی گوگل برای من درست کردن، میگفتن که هست بزنی علیزاده مافیا، وبلاگ درست کرده پسری که نایت میزد. حالا اون موقع میگفتن که یعنی چجوری، یعنی اصلا پیشنهاد منو ببین، خودم به کارگردان گفتم ببین نباید کسی رو ببینه، ولی چون برنامه است بیا یه کاری کنیم، این چشمندای خواب هست گردا تو مثلا هواپیما میدادن، از اونا بزنیم. من نشونش دادم، گفتم نه من میرم بزرگترشون، رفت انقدیشو زد. خودم پیشنهاد دادم که اینو درست کنیم، که اونو که میکشیدن رو میگفتن تو از اون نایت میزنی. گفتم بابا اینو که خودتون درست کردید که چجوری نه اونا بگن. اینا خیلی آدمای مثلا حالا پلیرها بیشتر، یه سری پلیرها تماشاچی‌ها مثلا اونایی که میدیدن میگفتن آقای بهنام تشکر به خاطر اینکه به بیننده نشون بده، یه لیزری دستش بود، خواست معرفی کنه، مثلا بگن این دکتره، این لیزر رو مینداخت رو سینه‌اش که توی کادر تلویزیون مردم بفهمن دکتر این دکتره. میگفتن تو با نور لیزر میفهمی مافیا کیه. ببین عقلشون، خب اون نور لیزر از اونجا مثلا وسط دیگه از اینجا میزنه، من کجا باید بفهمم اینی که مافیا کشته مافیا کیه؟ بعد مثلا یه بار یه سری ماشینه رد شد، من اون موقع ببین سطح مثلا اون موقع سوشال مدیا هم چقدر پایین بود، ماشینه رد شد، یه چند تا جوون بودن یهو جیگر
علیزاده ما فنتیم. بعد من داشتم فن چی؟ من فن؟ اینا که بیچرخن. نه فکر فوش داریم فن فلان شده فلان بیسار نمیدونستم فن چیه. خب تا این حد بود. یعنی این باعث شد که خب طبیعتاً یک سری بخوان جایگاه منو بگیرن. خب من اون برنامه رو درست کردم، شکل بهش دادم، مشاوره دادم. حتی من که درست کارگردان که نبودم، من گفتم آقا این شکلی باید باشه، این کارا رو باید بکنیم اینجوری. خیلی کارهای این شکلی و آدما رو خودم زنگ می‌زدم. خدا شاهده با تلفن خودم زنگ می‌زدم میگفتن بیاین ضبطتونه اینجوری. پولی هم بهم 2 میلیون، 1 میلیونش هم بهم ندادن. میگم الان بدونید 1 میلیون رفیقم تهیه کننده کردم. مدیر تولیدش رفیق سنه. بگو اسمش رو. من میتونیم پول رو زنده کنیم به قیمت امروز دیگه با دلار دیگه. ببینیم دلار اون موقع 1 میلیون چقدر میشه. پولو زنده کن. خود در بیار زیرنویس کن. آره. اینجا زیرنویس کن. خیلی آدم اتفاقا خیلی هم دوستش دارم. خیلی آدم خوبیه. خلاصش کنم خیلی حرفو پشت سرم زدن و این تاثیرگذار بود. خب کسی که تهیه کننده است، کارگردان جدید، حالا به هر نحوی من دیگه نمیدونم تصمیم گرفتم من نباشم. گفتم خب باش مال شما استفادهشون کنید. خب خیلی هم همون استفاده کردن، همون جوری هم اومدن بیرون. یعنی گفتن بفرمایید بیرون شما هم دیگه. اگه فکر میکنی سوالی دوست داشتی من ازت بپرسم و نپرسیدم؟ بزرگترین دلیلی که مافیا رو ول کردی؟ دلیل اولش اینه که خب به هر حال باید یه سری به زندگیمون برسیم، یه سری شغل و کار داریم که باید انجام بدیم. ولی بزرگترین دلیلش اینه که همون بحث تحمل است. یه سری‌ها دیگه نمیشه تحمل کرد تو دنیای مافیا نمیشه تحمل کرد. پس بهتره که نباش. خیلی خوشحال شدم. قربونتون برم. دوست دارم با دست بدم ولی نمیتونم چون اگر کسی رو آوردین که راجع به من صحبت کرد، یه برنامه دیگه باید منو بیارید راجع بهش صحبت کنم. باشه حق شما محفوظه. کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو به صدا در بیارید، لایک کنید، کامنت بذارید تا حمایت شما باعث بشه ما بیشتر از این سبک برنامه بسازیم. دایرکت به منم بدید. ای با همین آخرشه دیگه. بگو. آخرشه؟ آره بگو آخری هم میخوام چه خداحافظی نکنید. آره نه. بیشتر بمون. نه